به نام خدا. با آموزش فرآیند کلی کار با سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی در خدمت شما هستیم. مؤدیان محترم، پس از ورود به این سامانه مطابق تصویر با تاریخچه بارگذاری‌های قبلی اطلاعات دفاتر تجاری خود در صفحه اول این سامانه مواجه می‌شوند. در این صفحه دو دکمه برای عملیات اصلی مؤدیان قرار دارد: دکمه دانلود قالب اکسل و دکمه بارگذاری فایل. با کلیک بر روی دکمه دانلود قالب اکسل، مؤدیان قالب اکسل را دریافت کرده و می‌توانند اطلاعات دفاتر تجاری خود را مطابق دستورالعمل‌ها وارد کنند و پس از اطمینان از صحت و تمامیت اطلاعات وارد شده، فایل را ذخیره کرده و به مرحله بعد بروند. در مرحله بعد با کلیک بر روی دکمه بارگذاری فایل، یک صفحه مطابق تصویر جهت وارد کردن اطلاعات فایل به مؤدیان نمایش داده می‌شود. در این صفحه مؤدی ابتدا بایستی نوع فایلی که قصد بارگذاری آن را دارد مشخص کند. در صورت انتخاب نوع فایل CSV علاوه بر تنظیمات دیگر، نوع جدا کننده نیز باید از لیست انتخاب شود. پس از آن مؤدی کد رهگیری کلمب دفتری که می‌خواهد اطلاعات آن را بارگذاری کند از لیست انتخاب می‌کند. با انتخاب این کد، انتهای سالمالی متناظر با آن قابل مشاهده است. سپس مؤدی باید تاریخ آخرین رویداد فایل دایری را انتخاب کرده و با انتخاب فایل پیشنمایشی از فایل را و اطلاعات آن را در صفحه مشاهده کنید. در نهایت اطمینان از صحت اطلاعات و تنظیمات جهت ارسال فایل بر روی دکمه ارسال کلیک کنید. با ارسال فایل جدول تاریخچه بارگذاری اطلاعات بروز شده و اطلاعات فایل بارگذاری شده در سطر اول قابل مشاهده است. در صورتی که بارگذاری موفق باشد، مؤدی بایستی برای ثبت نهایی فایل در سامانه روی دکمه ثبت نهایی کلیک کند. با کلیک بر روی این دکمه و مشاهده پیغام سامانه و کلیک بر روی دکمه تایید و ثبت، جدول تاریخچه بارگذاری اطلاعات بروز شده و وضعیت فایل به وضعیت ثبت نهایی شده تغییر پیدا می‌کند.